آقا اگه جلوبندی سازی یا مکانیکی داری دیدن این پست از نور شب واسه تو واجب تره. خیلیاتون با در آوردن طبق 207 مشکل داریم. ما یه ابزاری ساختیم که این مشکل رو به طور کامل رفعش کردیم. بیا جلوتر. برای شروع کار این ابزار رو می‌بندیمش جلوی پیچ طبق. نیست. بازار درگیر. بدون دیلمی که محکم باشه. زیرش اینجا. خب برای ساخت این ابزار کاربردی شما نیازمند یه دونه طبق پرایدی که خراب شده و یه موره 12 اینچ دنده ژاپنی. بریم که با هم درستش کنیم. خب تو مرحله اول طبق رو از این قسمت برش میدیم. متر رو میزنیم از این قسمت 15 سانتی. بی جلو اینجا یه علامت میزنیم. بریم که موره رو ریش بدیم روش.